صدای منو الان دارین همگی؟ خب صدا هست. تصویر هم فکر میکنم باید داشته باشیم. من امروز دفتر نیستم، بیرون داریم جلسه رو برگزار میکنیم. اگر صدای محیط میاد عذرخواهی میکنم پیش. امیدوارم که صدای من رو با کیفیت داشته باشیم. خب با جلسه سوم کوچینگ در خدمتتون هستم رفقا. توی این جلسه میخوایم در رابطه با ادامه جلسه پیش با هم دیگه صحبت بکنیم و همینطور یه سری نکات از چک لیست ها و استراتژی هایی که بچه ها فرستادن برای من طی هفته با هم دیگه صحبت کردیم و بررسی هایی که انجام دادیم و نکاتی که مد نظر بود رو بهتون بگم. فقط یه لحظه به من بگید که صدایی که از من دارید خوبه؟ صدای محیط خیلی شدید نیست؟ اوکی چی؟ مرسی از اطلاعتون. مرسی از همگی. توی جلسه پیش ما راجع به چی صحبت کردیم با هم دیگه؟ توی جلسه پیش ما اومدیم راجع به خود چکلیست معاملاتی و استراتژی صحبت کردیم که چه مسیری رو باید پله پله طی بکنه این استراتژی تا ما بتونیم یه چکلیست خیلی پخته و خوب داشته باشیم و بتونیم از این چکلیست توی بازار کار بکنیم و استفاده بکنیم. و بدون استثنا دوستانی که قبلا کار کرده بودن برای من پیام میفرستادن که ما مثلا کار کردیم سرمایه‌مون ضرر شده یا سرمایه‌مون کلا از دست دادیم یا نتیجه نگرفتیم، اصلا با همون جلسه دوم اگر رعایت میکردن کارشو انجام میدادن مشکلشون حل بود و الان سرمایه‌شون رو داشتن یا شاید بازدهیشون اوکی بود. میدونم عمل کردنش سخته، میدونم اونقدر راحت نیست، ولی میخوام بگم که ایراد کار صرفا همون بود. یعنی تنها موضوعی که بود بحث ایراد کاره، وگرنه که نه مشکل تحلیلی بوده. همه میگفتن ما نقطه ورودامون رو خوب پیدا میکنیم، خوب میتونیم کارمون رو انجام بدیم، ولی صرفا برای رعایت کردن چک لیست این که از اون حالت انسانی در بیان و بشن یک ربات، این که بشن قانون، بشن قوانین، مشکل توی این موضوع بوده که راجع به مواردی که بود دونه دونه صحبت میکنیم. من همه رو مکتوب کردم و توی دفترم دارم، همه مطالب رو براتون دونه دونه میگم. ما توی جلسه پیش گفتیم چک لیست های معاملاتیمون رو، بذارید من تختم داشته باشم کنار دست خودم. خب. گفتیم که چک لیست معاملاتیمون رو ما از دو طریق بررسی میکنیم، یکی از کل به جز و یکی از ساده به تخصصی. یکی از مشکلات بزرگ همین بودا، چک لیست هایی که برای من فرستاده میشد مثلا توی اکثرشون مسیر نداشت چک لیسته. همون حرفی که توی جلسه پیش زدم، گفتم که طرف آموزشایی که دیده رو کنار هم دیگه می‌نویسه، میگه این چک لیست معاملاتی منه. نه مسیری داشت، نه مشخص بود از کجا شروع میشه به کجا قراره بره، نه تیک خوردنی داشت که مثلا اگر این مورد تیک خورد این کار انجام میدم، نه چرخه‌ای مشخص بود که برای چه چرخه‌ای باید چه کار بکنم. صرفا مواردی که بلد بودم، من حمایت مقاومت میکشم، من روند میکشم، من پرایس اکشن کار، یعنی آموزشایی که دیده بود و به عنوان چک لیست داشت میگفت که اصلا ما چنین چیزی نداریم. ما به آموزش هایی که دیدیم نمیگیم استراتژی یا چک لیست معاملاتی. یکی از مشکلات بزرگی وجود داشت صرفا همین بود اصلا توی خیلی از چک لیست هایی که بچه‌ها فرستاده بودن. یعنی ما یه موقع یه موضوعی رو اشتباه فکر میکنیم راجبش. توی جلسه اول گفتم ذهنیت مناسب، ما اشتباه فکر میکنیم، رو اون اشتباه بقیه مسیر رو داریم میریم، انگیزش رو داریم، قدرتش رو داریم وقت کافی رو میذاریم، ولی روی پایه اشتباه داریم اونو میذاریم، طبیعتا نتیجه نمیگیریم، کجم میریم. و این ایراد خیلی بزرگی بود توی استراتژی که بچه‌ها میفرستادن، اصلا مسیر نداشت. شما به چه شکلی میخوای این کار رو انجام بدی؟ ما توضیح دادیم، گفتیم توی چرخه‌های بازار برای روندها جدا، برای روند خنثی یا در واقع بگیم حرکت بدون روند جدا، برای تغییر روندها جدا باید استراتژی رو داشته باشیم، از کل به جز و ساده به تخصصی حرکت بکنیم و بدونیم چه آیتم هایی اگر تیک خورد ما وارد این معامله میشیم، اگر نخورد که میذاریمش کنار، میریم دنبال تحلیل دیگه، دنبال پوزیشن دیگه، میریم دنبال اون رو اون کار بکنیم و رتبه بندی بکنیم، اولویت بندی بکنیم، امتیازدهی بکنیم که هر آیتمی که تیک میخوره چه امتیازی داره توی چک لیست ما، چه قدرتی داره توی چک لیست ما نسبت به چیزی که ازش بک تست گرفتیم یا
فوروارد تست گرفتیم، توی بازار ریل کار کردیم، هر آیتمی چه قدرتی داره توی چک لیست ما و چه تعداد اگر تیک بخوره اصلا من چه حجمی پول میبرم داخلش. این آیتم بسیار مهمیه که باید رعایت بشه که نبود توی چک لیست ها نبود و چند تا از دوستانم که الان توی جلسه هستن اصلا چیزی برای من نفرستادن که بتونم اونم اگر نکاتی بود بگم بتون. یعنی صرفا چیزایی که دارم میگم از آیتم هایی که دوستانی که فرستاده بودن اونا رو دارم الان میگم. یه لحظه من تختمو. خب اما ما رسیدیم به این که گفتیم چک لیست معاملاتیمون رو ما می‌نویسیم. اگه یادتون باشه، اگر یادتون باشه من بهتون گفتم چک لیست معاملاتیمون رو که نوشتیم این میشه تازه برای ورود به معامله ما. یعنی برای اینکه بخوایم وارد یک معامله بشیم یک سری آیتم ها رو گفتیم که اگر اینا تیک خورد، رتبه بندی شد، امتیاز بندی شد و فلان فلان فلان، ما مثلا وارد این معامله میشیم. اما ما چک لیستی رو لازم داریم و حتی اگر به اون شکل نقطه ورود چک لیستی نباشه ولی قوانینی رو لازم داریم برای اینکه بخوایم خروج از معامله خودمون رو مدیریت بکنیم و معامله‌ای که باز هست رو اصلا مدیریت بکنیم. یکی از دوستانی که همین امروز یا دیروز داشتیم با هم صحبت، دیروز بفکرم داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، مشکل خیلی بزرگی که داشت در حین معامله بود. یعنی خوب وارد معامله میشد ولی از ترس از دست دادن سود معاملاتش رو زود میبست. اشتباه رایج خیلی از معامله گرا توی ضرر که میرفت به حد ضررش پایبند نبود. یعنی توی در حین معاملهش مشکل داشته، چون ما برنامه‌ای براش نداریم. بچه‌ها دو حالت بیشتر نداریم: یا یه سری قوانین و برنامه میچینید که شما رو کنترل کنه، یا کنترل از دست شما خارج میشه، بازار هر کاری دلش بخواد باتون میکنه، هر کاری، و تا قرون آخر سرمایه‌تون رو ازتون میگیره. پس ما بهتره که همین الان چه سرمایه از دست دادیم، چه الان تازه شروع کردیم، چه توی بازار ریل یا هر اتفاق دیگه ای، همین الان این کار رو انجام بدیم. نذاریم بازار با اینکه پولمون رو بگیره این تجربه رو بهمون انتقال بده. یا قوانینی میذاری، برنامه‌ای میذاری که تو رو، شخص خودتو کنترل بکنه نسبت به ضعفایی که داری، یا یه جوری کنترل از دستت خارج میشه که ضررات باور نکردنی باشه. یعنی حساب کنی بگی من تو یک ماه انقدر سود کردم، تو یه معامله تو یک روز تمام سرمایه‌مو از دست دادم. رایج این اتفاقا، بچه‌ها جدی بگیرید. اغراق نمی‌کنم، قلوب نمی‌کنم. رایج کسایی که سرمایه از دست دادن اگر توی جلسه هستن میتونن این موضوع رو شهادت بدن. خودم شهادت میدم، قبلا سرمایه از دست دادم اون اوایل در 12 سال پیش. اما برای در حین معامله ما چه مواردی رو باید رعایت بکنیم؟ ببینید یکی از مواردی که باید رعایت بشه و ما پیشا پیش بدونیم بحث اینه که ما چه تیپی هایی رو در نظر گرفتیم و این تیپی ها معقول هستن یا نه. من خیلی چیزهایی که الان رو تخته نمی نویسم بچه، چون بیرونم قلمم همراه نیست دیگه براتون ریز به ریز نمی نویسم، ولی شما خودتون زحمت بکشید از صحبتایی که میشه هر جا لازم بود چیزی که میخواهید رو بنویسید. یکی از موارد مهمش بحث تیپی هاست. ما توی جلسه پیش اومدیم راجع به ریسک به ریوارد صحبت کردیم، گفتیم تیپی های بزرگ بگیرید، ریواردهای بزرگ بگیرید که در مجموع نسبت به هر وین ریتی که داره سیستم معاملاتیتون شما بتونید با بازدهی خوب از بازار بیاید بیرون و ضررتون کوچیک باشه. ولی این باید بر اساس یک منطقی هم باشه. ما نمیتونیم جایی که مثلا فرضاً میگم یه مقاومت بسیار قوی سر راهمونه که اصلا تاریخیه و احتمال خیلی خیلی بالایی وجود داره که اینو رد نکنه و برگرده پایین، ما بیایم به هوای اینکه تیپی بزرگ بگیریم بعد از این تیپی رو بذاریم. معقول نیست، معقول نیست. ما باید تیپی یکمون جایی باشه که احتمال برگشت رو میدیم. همینجا تو پرانتز من یه نکته توی جلسه پیش گفتم راجع به جابجا کردن حد ضررها و این مطالب. بعضی از دوستان بهم گفته بودن که خب ما نمیخوایم این سیستم رو پیش ببریم، ما میخوایم مثلا به محض اینکه معامله رفت تو سود ریسک فری بکنیم، یه پله رفت بالاتر ما هم باش ببریم بالاتر. دوستان چیزی که من گفتم من مثال زدم، هیچ بایدی وجود نداره.
من مثال زدم از این موضوع که اگر میخواید وارد یک روند بشید، روند رو بگیرید، نه حرکات کوچیک کوچیک رو، میخواید روند رو بگیرید و بتونید تیپی های بزرگ رو هم بگیرید، این سیستمیه که روش جواب میده. وگرنه تو هر موجی، تو هر اصلاحی حد ضرر شما میخوره، تو اون پله پله که دارید میذارید. وگرنه نه بایدی وجود داره نه چیزی. هر کس طبق چیزی که میخواد سیستم خودش رو میگیره. کسی که میخواد ریسک ریوارد 1 به 1 بگیره، طبیعتاً نه دنبال این نیست که روند رو بگیره دیگه، یه روند کامل رو بگیره، میخواد کوچکترین حرکت رو بگیره، 1 به 1، یعنی به اندازه ضررش میخواد سود بگیره. اون طبیعتاً باید وقتی رفت تو سود ریسک فری کنه، یه ذره رفت تو سود، یکی دو تا کندل زد ریسک فری بکنه و با هر حرکتی که داره پیش میره بخواد حد ضرر خوش جابجا بکنه. بس اینو مد نظر داشته باشید. چون 2 3 نفر دوستان پرسیدن ازم توی طی هفته که اینو باید چه کار کرد. اینو مد نظر داشته باشید. حد سود تیپی 1 ماهه، این نکته رو خوب گوش کنید، باید اولین جایی باشه که از نظر تحلیلی و منطقی احتمالش هست که از اونجا بالاتر نره. مقاومت حمایت های درون روندی مد نظرم نیست. مقاومت حمایت های اصلی، کف و سقف کانال، اینا ممکنه که برگردونه روندو. حرکات با شیب های شدید، اینا میتونه خیلی برای ما حائز اهمیت باشه. و ریسک به ریوارد واقعی و میزان ضررتون، این که اصلا اجازه داشته باشید از دید مدیریت سرمایه‌ای وارد اون پوزیشن بشید یا نه، بر این اساسه ما گفتیم که آقا ریسک به ریوارد رو بسنج. مثلا من برای خودم میگم من زیر 2 باشه ریواردم نسبت به ریسکم، وارد اون پوزیشن نمیشم. معنیش این نیست که ریوارد رو به زور بگنجونم تو بازار، یه جای ریوارد رو بگیرم که 2 بشه. منظوری نیست. طبق تحلیل، طبق منطق نگاه بکن تیپی 1 کجا میتونه باشه، جایی که به نظر قیمت به اونجا میرسه و احتمال داره از اونجا برگرده دیگه، تصفیه بشه. حالا باید بسنجی که ببینید تیپیت به ریسکی که داری انجام میدی میصرفه برات یا نه. اصلا توی همون وهله یا توی تیپی 1، یعنی اینو جابجا نکنید که من برنامه‌م اینه که حتما تیپیم 2 به 1 باشه، پس جایی به زور در نظر میگیرم که 2 رو بده دیگه، حالا نرفتم که نرفت، مهم نیست. اینجوری میرسه به یه جایی برمیگرده میاد پایین. و حتما باید با خودتون اینو موشکافی کرده باشین، تعیین تکلیف کرده باشید که چه روندی رو میخواید، چه حرکتی رو میخواید سوار بشید بگیرید. کوتاه میخواید بگیرید، روندا رو میخواید بگیرید، میخواید خیلی حرفه‌ای هستید با موج‌ها حرکت کنید، یه جنبش رو بگیرید بفروشید، با اصلاحش برگردید بگیرید، دوباره جنبش رو بگیرید برید. خیلی ها این کارا رو میکنن، از یه روند سودای زیادی میگیرن، با تمام موجا سود میگیرن. هر کس سبک خودشو داره. اینا رو باید از قبل مشخص کنید دوستان، نه در حین معامله. اینا رو باید از قبل مشخص کنید بشه قوانین شما. باید بدونید من میخوام چه کار کنم، میخوام چه روندی رو پیش برم، چه حرکتی رو بکنم، طبق اون قوانینم رو مشخص کنم و حالا برم توی کار. به صورت کلی، به صورت کلی برای 0 تا 100 پیشامدهایی که سر راهتون میخواد اتفاق بیفته، باید برنامه مکتوبش از قبل باشه. میدونم سخته، میدونم مثلا فکر میکنید که اداء شاید، یا نمیدونم داریم شلوغ بازی میکنیم، ولی واقعا همینه. یعنی من خودم طی این سالها هر جا که اشتباه کردم، ضرر خارج از عرف دادم، ضرر از روی بی‌قوانینی دادم، صرفا سر همین موضوع بوده. سر این بوده که برای یک پیشامدی که میتونه سر راهم باشه برنامه ریزی نداشتم. اولین پیشامدی هم که من همیشه در نظر میگیرم توی قوانینم، بحث ضرر کردنمه. این جمله رو بارها گفتم، تکرار مکررات، بازم میگمش. تریدر موفق، تریدر درست حسابی اونیه که بلده چجوری سود بده، کسی که بلده چجوری ضرر بده. کسی که ضرر دادنش رو بلد باشه سودم میکنه. منظورم چیه؟ یعنی شما باید مدل ضرر دادنتون رو بدونید. باید بدونید که اگر توی این پوزیشن هایی که من دارم وا میکنم، با تفکر اینکه 100% این پوزیشن ها میخواد ضرر بشه، من قراره چقدر ضرر بدم، قراره چجوری ضرر بدم، حد ضرر من کجاست. کسی که ضرر دادنش رو بلد باشه و از دید ذهنی و منطقی ضرر دادن رو برای خودش قابل قبول کرده باشه، اون میتونه با خیال راحت خیلی شیرین ضرر رو بده، بگه نوش جون بازار، حالا برم سودمو بگیرم. کسی که ضرر دادن براش سخته
و بدتر از اون برنامه‌ای برای ضرر دادنش نداره، نان توسط بازار غافلگیر میشه که به خودش میاد میبینه پولی دیگه نداره که بخواد بره سراغ تریدهای بعدی. اصلا این موضوع رو شوخی نگیرید. یه مثال بزنم براتون راجع به بحث ذهنیت، گفتیم تو جلسه‌های مختلف صحبت میکنیم. تصور بکنید که شما با ماشینتون تصادف میکنید، خدای نکرده، شاید برای همه پیش اومده باشه، برای خیلی‌ها پیش اومده باشه. توی اون تصادفی که میکنید کمترین اتفاقی که میفته اینه که ماشین آسیب میبینه، بدترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که یه نفر جون خودش رو از دست بده، مثلا حالا توی ماشین مقابل خدای نکرده جون خودش رو از دست بده. جدای از این که غیر قابل برگشته، مثلا یه تصادف کوچیک من در نظر میگیرم، بعدش رو در نظر نمیگیرم، جدای از این که غیر قابل بازگشته و کاریش نمیشه کرد، اعصاب خوردی، وایسا پلیس بیاد، برو این ور اون ور، باید خرج طرفو بدی اگر مقصر باشی، همه اینا هست، تنشی که داره، وقت تو میگیره، زندگی تو میگیره، همه اینا که هست. یه چیزی که این موضوع رو برای ما حل میکنه و تموم میکنه میره و ما با خیال راحت به زندگیمون میرسیم، بیمه ماشینمونه دیگه. ما یه پولی رو برای بیمه داریم میدیم که شاید مثلا خدا کنه که هیچ موقع استفادهش نکنیم از بیمه، ولی یه پولی رو سال به سال میدیم که اگر اتفاقی افتاد از بیمه اون استفاده کنیم. یه برگ بیمه رو بدیم و تموم، برو به سلامت. حتی اگر اتفاق بعده افتاد، خدای نکرده طرف عمرش رو از دست داده بود که غیر قابل بازگشتن است، ولی ممکنه که من نتونم دیه اون طرف رو اصلا بدم. یعنی جدایی از بدی ماجرا بالاخره من باید دیه رو بدم دیگه، ولی موقعی که بیمه دارم میتونم حداقل با بیمه دیه طرفو بدم بهش دیگه. زندان نمیرم، مصیبت سرم نمیاد، بدهکار شدید نمیشم، لازم نیست زندگیمو بسوشم دیه اونو بدم. خب تو اون لحظه با خودت میگی خدا رو شکر که من پول بیمه دادم، خدا رو شکر که این مبلغی رو برای بیمه سال به سال دادم، درسته 10 سال گذشته ازش استفاده نکردم، ولی الان به دادم رسیدیم پول بیمه. بچه حد ضرری که ما داریم توی بازار میدیم پول بیمه‌مونه. اینو توی ذهنتون ثبتش بکنید کامل. اصلا دلم میخواد شیرین بشه براتون حد ضرری که دارین میدین، با جون و دل با لبخند اون ضرر کوچیکه رو بدید. پول بیمه‌مونه که داریم میدیم، بیمه سرمایه‌مونه، سرمایه‌مون رو داره حفظ میکنه. ضررهای کوچیک کوچیک داریم میدیم، سرمایه‌مون حفظ میشه. این پول بیمه است، من خودم با جون و دل اونو میدمش، چون میدونم که یه معامله بعد یکی بعد بالاخره میرسه اون معامله‌ای که من قرار پول 10 تا این ضرر رو بگیرم، سود خیلی خوبی بکنم. خب پس باید سرمایه‌ای داشته باشم که برسم به اون پوزیشن های پرسود، اون پوزیشن هایی که قرار مثبت باشه. ضررهایی که ما داریم میدیم پول بیمه مونه، با جون و دل بدینش. توی این بیزینس شما پول مکان ندارید، یه دونه کامپیوتر یا لپتاپ دارید، پول ویترین ندارید، جنس نمیریزید، عین پولی که دارید و دارید روش ترید میذارید، هر آنم میخواید ورش میدارید. پس اینقدر سختگیری نکنید روی هزینه بیمه ای که دارید میدید، حد ضررایی که دارید میدید. کاسبای دیگه، بیزینس های دیگه دارن چند برابر حد ضررهای شما اجاره ماهانه میدن که سودی براشون نداره، پول آب و برق و گاز میدن که سودی براشون نداره، ویترین میدن که سودی براشون نداره، تا در نهایت از فروش محصوله یه چیزی گیرشون بیاد. بهترین بیزینس دنیا رو دارید انجام میدید، صفر و صدی روش نباشید، سختگیرانه روش نباشید. پس این موضوع رو کامل در نظر داشته باشید که ما حد ضرری که داریم میدیم نوش جون بازار، پول بیمه‌مونه و اصلا هم ناراحت نمیشیم بابتش. فقط قانونمند باشه، معقول باشه، از قبل مشخص باشه، طبق تحلیلی که داریم. فرضاً یه روندی اومده اینجا، به هر دلیلی من کاریش ندارم، ما اینجا تصمیم گرفتیم که یه پوزیشن بای بگیریم دیگه. ما تصمیم گرفتیم جای پوزیشن بای بگیریم که این اینجا حرکت بکنه، بیاد یه سودی بگیریم. اولین جایی که همپوشانی قوی، اولین جایی که یک محدوده بسیار قویه که فکر میکنید از اینجا میتونه برگرده و روند کامل برگرده، اصلاحات کوچیک منظورم نیست. اون محدوده رو به عنوان تیپی یکیتون بگیرید. خب تیپی یه حد ضرر هم باید در نظر بگیرید که الان راجبش صحبت میکنم، این هم میشه SL تون. حالا باید این تیپی به این SL طبق اون چیزی که برای خودتون معقوله، هر عددی میخواید، 1 به 1 براتون معقوله، 1.5 به 1، 2 به 1، 3 به 1، فرق نمیکنه. ایدئالگرا هم نیاز نیست باشید. اگر میگنجید تو اون قوانین، اون پوزیشن رو اجازه دارید وارد بشید.
یعنی چک لیست تحلیلی شما به شما اجازه داده، ولی الان دارید از دید چک لیست مدیریت سرمایه بررسیش میکنید. اگر بهتون اجازه داد وارد اون پوزیشن میشید، اگر بهتون اجازه نداد وارد نمیشید. چیزی که طبق قوانین شماست 2-1، الان اینجا داره بهتون 1-1 میده، میذاریدش کنار، میرید دنبال دفتر بعدی، دنبال موقعیت بعدی. یه موضوع رایج دیگر رو همینجا بهتون بگم. من توی جلسات، چه کلاسایی که خودم دارم، چه خصوصی چه آنلاین هایی که برگزار میکنم، چه جلسات گروهی به این شکل، دلم میخواد همه چی رو کامل بگم، با جون و دل بگم. واسه همین اگر دارم خیلی پر حرفی میکنم، چون دوست دارم تک تک شمایی که الان تو این جلسه هستید یا این ویدیو رو میبینید بعداً بگید که آقا دمش کم، جلساتش اگه شرکت کردیم یه نکته حداقل به کارمون اومد. اگر خیلی مباحث شاید براتون تکراری بود یا بلد بودید، بگید یه نکته حداقل به کارم اومد. واسه همین من دارم سعی میکنم هر چی که هست رو بگم. یه موضوع خیلی رایج دیگه ای که وجود داره توی بحث اشتباههای ترید اینه که فکر میکنن باید طی روز چندین پوزیشن باز بکنن. یعنی یه تریدر فکر میکنه اگر الان من ترید نزنم کار نکردم، به بتالت گذروندم، یا عذاب وجدان بگیرم که من کارم انجام ندادم، الان بقیه سر کارم، من کار نکردم، باید ترید بزنم پول از بازار بگیرم. بچه اوور ترید شدن یا ترید زیادی اشتباه زدن یا توی جایی که مناسب سیستم شما نیست، نقطه شکار شما نرسیده وارد شدن، باعث میشه که وین ریت معاملات شما اگر 60%، این روش تبدیلش میکنه به 20%، میکنهش 25%، میارش پایین. چون شما جایی که مناسب ورودت نیست، جایی که چک لیستات بهت اوکی ندادن، هنوز تاییدیه لازم رو نگرفتی، هی داری پوزیشن باز میکنی، هی حد ضرر میخوره، هی پوزیشن باز میکنی، هی حد ضرر میخوره، چون نرسیده به نقطه لازم. مثلا طرف یه مقاومتی اینجا، یا اصلا بذارید جور دیگه ای بگم، هی افقی نکشیم، تو یه دونه کاناله، مد نظرش اینه که توی این کانال وقتی که اومد رسید به کف کانال، بیاد از اینجا یه دونه بای بگیره که بتونه حرکت جنبشی رو بگیره. که من همیشه میگم به دانشجوهای خودم که تازه دارم وارد میشم، میگم این ستاپ رو کار بکنید، چون وین ریت خیلی بالایی داره، میتونه سود خیلی خوبی بده بهتون نسبت به ضرر کوچیکی داره. میگم اینو روی این خودتون رو آب دیده بکنید به قول معروف. حالا طرف میخواد این کارو بکنه، میاد از اینجاها مثلا به هوا اینکه نکنه موقعیت از دست بره یا بتونه زودتر وارد تحلیل بشه، صبوری لازمو نداره، اینجا وارد میشه، یه دور اینجا وارد میشه، یه دور اینجا وارد میشه، یه دور اینجا وارد میشه. و اگر حد ضررهای نزدیک گرفته باشه، هی دائما داره حد ضرراش میخوره. بعد میره توی آمار ماهش نگاه میکنه، میبینه وین ریتی که فکر میکرده 60%، 55%، 65%، هر چقدر که هست شده 20%، شده 15%. چون ضررهای زیادی خورده، از نظر تعدادی ضررهای زیادی خورده. با این جمله این موضوع رو ببندم که شما شکارچی توی این بازار مثل یه یوز پلنگ، با خونسردی تمام، بدون تپش قلب، با آرامش تمام باید بشینید، نگاه بکنید، منتظر بمونید، صبوری بکنید، حتی اگر چند روز زمان ببره. میدونید که یه سری تریدرها فقط رو طلا دارن مثلا کار میکنن، جفت ارزهای مختلف نمیچرخن، روی طلا وای میستن، پوزیشن طبق ستاپ اونا، طبق استراتژی اونا برسه وارد میشن، و رو اونی که وارد میشن سود چندین روزشون رو ممکنه بگیرن یا سود کل روزشون رو بگیرن، دائما وارد نمیشن توی جاهای مختلف. صبوریتون خیلی مهمه، آرامشتون خیلی مهمه. این اشتباه رو هم انجام ندید به هیچ وجه، به هیچ وجه انجام ندید. این نکته هم مد نظر داشته باشید، امیدوارم خودتون نکته ها رو بنویسید. راجع به SL داشتیم صحبت میکردیم. توی این حالتی که گفتیم اینجا وارد میشیم به هوای اینکه به یه تیپی بریم و ما میخوام یک SL اینجا در نظر بگیریم. همونطور که میدونید قدیم اگر می اومدی زیر آخرین سایه‌ای که بود یه دونه SL در نظر میگرفتی، خب خیلی عالی بود. ولی به مرور زمان اینجوری شد که مارکت میکرها، خود بروکرها، بانک‌های بزرگ و کسایی که خبر دارن از تجمع SL ها یا لیکویدیتی ها، خبر دارن، میدونن که کجا این SL ها جمع شده. یه جایی که خیلی ضایع جای SL باشه، میان اونجا در واقع حمله میکنن به اونجا، با یه ورود و خروج سنگین پول حمله میکنن به اونجا و اصطلاح رو جمع میکنن. چون میدونید که توی بروکرهای مخصوصا بی بوک
حد ضرر خوردنهای شما سود خالص اوناست، چون شما با یک لوریجی وارد بازار شدید. مثلا من خودم توی اکسنس که دارم کار میکنم لوریجم 500، با اسپرد صفر دارم کار میکنم توی اکسنس، فوق العاده است. لوریجم 500 اونجا. خب ضرر کردن های من در واقع داره 500 برابر ضرر میشه دیگه، یعنی به نفع میشه برای اون. حالا اکسنس که ای بوکه دنبال این موضوع نیست، اصلا داره اسپرد صفر میده و خیلی شرایط خوبی فراهم کرده، توش بازده خوبی همه داریم. ولی به صورت کلی این اس ال خوردن ها خیلی براشون مفیده. شما نباید تو اون جای ضایع اس تون رو قرار بدین، باید یک جای اس ال رو بذارین که از اون محدوده یه نمه دورتر باشه. یعنی موقعی که فرض بکنید که این آخرین کف ما بوده که اینجا در واقع حمایت خیلی قوی داشتیم، یه سطح تقاضای فوق‌العاده بوده و از اینجا قیمت صعودی شده، حالا دوباره برگشتیم به اون محدوده، احتمال خیلی زیاد این بیاد تا زیر این. یعنی من اگه یه خدچینی بتونم بکشم، احتمالاً این یه دور یه سری به اینجا بزنه و بره، چون اس الا اینجا. برای این کاری که دارن انجام میدن، این تحلیلی که تو ذهنشونه، شما باید ضد تحلیل بزنید. ضد تحلیلتون میتونه چی باشه؟ میتونید توی محدوده مد نظرتون وارد پوزیشن نشید، توی جایی که تو ذهنتون بوده اس ال بذارید وارد پوزیشن بشید. بچه های نکته خیلی نکته مهمی ها، جایی که فکر میکردید اول اونجا اس ال مناسبه، اونجا نقطه ورودتون رو بذارید. یعنی اونجا مثلا بای لیمیت کنید، نقطه ورودتون رو بذارید توی اون اس ال. میشید کسی که تو بهترین نقطه وارد شده، میشه کسی که داره پرسودترین پوزیشن رو میگیره. این یه حالتیه که میتونید انجام بدید. اگر فکر میکنید که ممکنه اون معامله رو از دست بدید، میتونید به صورت کلی صبر بکنید، حرکت اتفاق بیفته و بعد وارد بشید. یعنی شما حالا که ضد تحلیل نمیزنید، خودتون رو تو جای اس ال ها قرار نمیدید، صبر کنید اس ال ها جمع بشه، حرکت اتفاق بیفته، پشت دست بازی کنید. اینایی که دارم میگم میشه یک سری گزینه برای استراتژی شما. هر کس برای خودش ممکنه یک سبکی داشته باشه، شما میتونید از حالتهای مختلف استفاده بکنید. ممکنه یه ایده تو ذهنتون باشه که ما ندونیم و بگید بقیه هم استفاده کنن، خیلی جالب میشه حتما. ولی حرف کلی من اینه، برنامه براش داشته باشید. چند تا از دوستان پیام داده بودن که نقاط ورودم خیلی عالیه ولی اسلام دائما میخوره، بعد تو جهت تحلیلی من پیش میره. آیا همین حرفی که شما داری میزنی این موضوع رو به نمیگه که اصطلاحی که داری میذاری جایی که زایه است؟ بچه نمیدونم زایه که میگم منظورم حرف بی احترامی نمیزنم، کلمه دیگه بزنم، تابلوه، خیلی مشخصه، خیلی واضحه. جایی که اس ال داری میذاری و چک لیست تو و ژورنال تو داری چک میکنی، میگی من تحلیلام خوبه ولی دائما اس ال هم میخوره، بعد برمیگرد تو جهت تحلیل من. این داره چی رو به شما میگه؟ داره میگه که آقا اس ال تو اونجا نذار دیگه. خودش داره باهات صحبت میکنه توی بحث ژورنال نویسید، اس ال تو اون جایی با اون سبک نذار. چرا یک اشتباه رو ما دائما تکرار بکنیم؟ نباید این کار رو انجام بدیم. چجوری این کار رو نکنیم، چجوری اشتباه انجام ندیم؟ استراتژی براش داشته باشیم. نگاه میکنیم با برنامه بابا، بارها اینو گفتم، تو هر جای زندگی من ازش استفاده میکنم. میشه برنامه ریزی، انجام، بررسی، اصلاح، مخففش میشه بابا. وقتی که یه دور بررسی کردی، فهمیدی از کجا داری میخوری، اون الف آخر که میشه اصلاح و پیاده سازی بکن دیگه، برو سراغش. برای کوچینگ های خصوصی من خودم براشون پیاده سازی میکنم، ولی شمایی که الان خودتون دارید خودتون رو کوچ میکنید و من صرفا اینجا دارم زیر کمک میکنم و راهنمایی میدم، دست به کار باید بشید. حتما با انگیزه خوشحال دست به کار بشید. وقتی که ایراداتتون رو میفهمید یعنی یه قدم رفتید جلو، خوشحال باشید بابتش. پس توی اصطلاح اولین نکته که بهتون گفتم اینه که جای خیلی مشخص و ضایعی نذارید اصطلاحتون رو و استراتژی داشته باشید، یا ضد تحلیل بزنید نسبت به این اتفاقی که میخواد بیفته، جایی که میخواد لیکویدیتی یا جمع بشه، یا صبر کنید پشت دست بازی بکنید، از این کارا بکنید. اینو حتما مد نظر بگیرید. اه، سوالی چیزی تا اینجا نبود دوستان؟ من یه دقیقه بیام اونور ببینم کسی چیزی نگفته. خب حتی بذارید من چت ببینم بازه.
خب من چت رو باز کردم، چتم بسته بود. اگه یه موقع باز چیزی میخواستید بنویسید، الان من چت رو فعال کردم، میتونید بعدا توی چت هم بنویسید اگر نکته‌ای داشتید، بعد میام میخونم. پس این آیتم رو توی بحث SL تون حتما در نظر بگیرید. حالا پوزیشن رو باز کردیم، یعنی ما کل چک لیستامون عالی بوده تا الان. نقطه ورود به معامله رو از دید تحلیلی گرفتیم. چک لیست مدیریت سرمایه‌مون، قوانین مدیریت سرمایه‌مون اوکی داده بمون. پوزیشن رو باز کردیم. الان چه اتفاقی میتونه بیفته؟ اگر تازه وارد بازار شدید و خیلی وقت نیست که دارید کار میکنید و تا همین جای کار به اندازه کافی برای خودتون تنش و استرس تحمل کردید، استرس که میگم منظورم هیجان، استرس منفی نمیگم، منظورم هیجان، تنش، درگیری فکری و یه کار فوق العاده شلوغ رو تحمل کردید تا الان که چک لیستاتون رو بخواید منظم نگه دارید، پابند قانون بمونید. از اینجا به بعد معامله رو بذاریدش کنار. یعنی شما دیگه نیاز نیست که در حین معامله کاری انجام بدید، اجازه بدید تا این مرحله براتون جا بیفته، بعد برید سراغ مرحله بعد. چون اگر بخواید وارد مرحله بعدم بشید، اه، این حجم تنش شما رو از کار زده میکنه، شما رو از کار بیرون میکنه، خستتون میکنه و میدونید که خستگی ذهن آیتمیه که بلا فاصله ضررهای شما رو شروع میکنه، چون تمرکزتون از دست میره. این که میگم بذارید کنار یعنی چی؟ یعنی حد ضرر مشخص شده، تیپیتون مشخص شده، بذارید کنار، دیگه نگاش نکنید. چون کسایی که نمیتونن تنشه بعد از این مرحله رو حفظ بکنن، در حین معامله شروع میکنن هی اس ال رو بالا پایین کردن، تیپی رو بالا پایین کردن، با هر کندلی دارن شروع میکنن واکنش دادن. شاید خیلیاتون اینو تجربه کرده باشید. کنترل احساساتشون رو بیشتر از این نمیتونن تحمل بکنن که تا الان این همه رعایت کردن، پابند قانون بودن. الان که معامله باز شده، یهو هیجان فوران میکنه، چون دیگه باز شد. داری تو لحظه میبینی که انقدر رفت تو سود، انقدر رفت تو ضرر، داره این اتفاق میفته. پس اگر تازه وارد بازار شدید و دارید کارتون انجام میدید، مرحله از اینجا به بعد الان دیگه نمیخواد انجام بدید، بذارید کنار، نگاش هم نکنید به هیچ وجه. به هیچ وجه نگاش نکنید، بذارید کنار. یا خودش رفته اس ال خورده یا رفته تیپی خورده. توی بروکر که دارید کار میکنید، باید براتون پیغامش بیاد، توی اکسنس اپلیکیشن موبایلش پیغام میده که اس ال این معامله خورد، تی پی این معامله خورد، خودش براتون پیام میفرسته. بروکر که کار میکنید هم شاید داشته باشه این آپشن رو براتون بگه، یا روز بعد اصلا چک کنید، اگر نداره برید روز بعد چک کنید مثلا. ولی بذاریدش کنار، بذارید که تموم بشه تو اونجا. ولی اگر تا اینجای مرحله رو به خوبی دارید انجام میدید، مثل یک آدم خونسرد، مثل یک آدم آروم، یعنی اگر به مرحله‌ای برسید که تو کل پروسه کار تپش قلب نداشته باشید، ریلکس باشید، خونسرد باشید، تمرکزتون بالا باشه، بهتون تبریک میگم که یه تریدر فوق‌العاده‌اید و به زودی چنان پولی به دست میارید که اصلا باور نکردنی باشه براتون. جدی میگم اینو، چون تو این کار کنترل احساسات، تنش و تمرکز تمومه. خود مهارت چیز خاصی نیست. تمام کسایی که ضررهای سنگین دادن جلوتون تحلیل بزنن و اصلا کیف میکنید از تحلیلی که طرف زده، ولی تو اون مرحله باگ داشته. اینو مد نظر داشته باشید. اگر توی بازار کارکشته شدید و این حالتی که میگم و دارید، اوکی، حالا نوبت به چک لیست های مدیریت معامله شما میرسه. یعنی ما تو این مرحله، مراحلمون چی بود؟ چک لیست معاملاتی رو داشتیم، خب، که میشد دو مرحله. چک لیست تحلیلی، چک لیست مدیریت، مدیریت ریسک گذارید بنویسم با چیز اشتباه نشه. چک لیست مدیریت ریسک. این شد آیتم اولی که ما تا الان راجع بهش صحبت کردیم و انجام دادیم. حالا تو این مرحله میرسیم به چک لیست یا قوانین، فرقی نمیکنه، چون می نویسم حالا چک لیست، قوانین مدیریت پوزیشن. خب میرسیم به این مرحله. حالا میخوایم راجع به این با هم دیگه بچه صحبت بکنیم.
چه آیتم های پیش روی ما توی این قسمت؟ وقتی که یک پوزیشن باز شد، اتفاقاتی که میتونه بیفته اینه که همون اول کار که باز کردیم که هیچ بره حد ضررمون رو بزنه. ما یه حد ضرر کوچیک دادیم، پس یه اتفاق مثبت برامون افتاده. ما ضرر بزرگ ندادیم دیگه. پست اینم گذاشته بودیم، پست فوق العاده ای بود که بچهای تولید محتوامون زحمت کشیده بودن گذاشته بودن. عالی بود، عالی. که اتفاقایی که بعد از باز کردن یه پوزیشن میتونه برامون بیفته اینه که ما یا یک ضرر کوچیک میدیم، یا بعد از ریسک فری کردن میاد میخوره به در واقع نقطه ریسک فریمون، به بریک ایونمون میخوره و بدون سود یا ضرر از بازار میریم بیرون. یا با تریدینگی که انجام دادیم میتونیم یک سود کوچیک بکنیم، یا تو بهترین حالت تی پی آمون میخوره، ما یک سود خیلی بزرگ میکنیم. این 4 حالتیه که پیش روی ماست که ما قراره برای اینا مدیریت داشته باشیم دیگه. اگر توی تریدایی که تا الان انجام دادید اون حالت پنجم اتفاق افتاده، یعنی ضررهای بزرگ، یعنی اینکه شما طبق هیچ قوانینی کار نکردید و داشته قمار میکردید. اشکال نداره، تجربه شده، سرمایه از دست رفته، اشکال نداره. که منظورم اینه که به عنوان تجربه ازش استفاده بکنید، وگرنه همون حس بدی که براتون ایجاد کرده، ترسی که تو دلتون میندازه، خودش به خودی خود باید برطرف بشه و میتونه اذیت کننده باشه تو ادامه راهتون. کسایی که ضررهای سنگین میدن، پول از دست میدن، خاکخوری میکنن و میمونن پای بیزینس، واقعا یه دمت گرم دارن که میمونن پای بیزینسشون و نتیجهش هم میگیرن. ما کاری به اون گزینه پنجم نداریم. برای 4 حالتی که پیش روی ماست ما باید برنامه داشته باشیم. راجع به حد ضرر که حالت یکمون بود صحبت کردیم و گذاشتمش هم حالت یک، چون مهمترین موضوعه. بقیه موارد اولویت‌های بعدیه. راجع به اینکه ما ریسک فری بکنیم باید بدونید کی، نه هر موقع که یه ذره رفت تو سود و شما احساس کردید که من الان ترسیدم پس بهتره که ریسک فری بکنم. نه، باید براش قانون داشته باشید، هر قانونی هم که خودتون دلتون میخواد. من چیزی که برای روند گرفتن خودم رعایت میکنم و گفتم بهتون، ولی دوستانی که دارن اسکالپای کوچیک کوچیک انجام میدن، نوسان گیری میکنن، ممکنه که به محض اینکه اینو هم شنیدم هم دیدم توی خارجی ها، مخصوصا دیدم چند تا از رفقای ایرانی هم گفتن اینو، که اولین کندل قوی توی سود میره ریسک فری میکنن. کسایی که دارن کوچیک کوچیک کار میکنن، اولین کندل قوی که میره توی سود ریسک فری میکنن. هر قانونی میخواید برای خودتون داشته باشید. قانون خود من توی روند گرفتن اینه: من اگر اینجا بای گرفتم، این حرکت کرد اومد اینجا، من ریسک فری نمی‌کنم. این موقعی که یه بچه اصلاح کرد، حرکت کرد رفت بالا و این سقف رو شکون، من تازه حد ضررمو میارم ریسک فری میکنم. موقعی که یه دونه دیگه زد رفت بالاتر، من میارم تریلینگ میکنم، میذارم پشت بند این. موقعی که یه دونه دیگه اومد رفت بالاتر، میام میذارم پشت بند این. چرا؟ چون من دارم تی پی آی بزرگ میگیرم، من دارم با روند همراه میشم و میدونم که خیلی از اصلاحایی که تو بازار اتفاق میفته به این شکله که فرض بکنید مثلا این یه جنبشه، اصلاح میاد یه چنین اتفاقی رو رقم میزنه، بد میره. خب یعنی ما توی باکس قرار میگیریم و اون موقع است که میاد اینو میزنه و من این حرکت رو از دست میدم. درسته که اگر برگرده خب سود کمتری میکنم نسبت به اونی که داره چسبونتر تریلینگ میکنه. خب من سود کمتری دارم میگیرم طبیعتا اگر برگرده. ولی اگر بره چی؟ اون موقع است که من دارم سود اصلیه رو میگیرم، برمیگردم به اون جمله‌ای که جلسه پیش گفتم بهتون. یادتون باشه که بازار 90 بالای 90% مواقع توی رونده و 10% مواقع توی تغییر رونده. یعنی موقعی که ما یک چنین چیزی داریم، 10% مواقع توی این تغییر رونده و 90% از نظر تایمی توی رونده. پس اگر ما یه روندی رو شناسایی کردیم، بتونیم خودمون رو کنترل کنیم، بمونیم توش همراه بشیم، سودای خیلی بزرگی میتونیم بگیریم، خیلی بزرگ. نه پیشنهاد نه توصیه است، من فقط دارم اتفاقایی که میتونه بیفته رو توضیح میدم. تصمیم هر چیزی طبیعتا با خودتونه که چی مناسب شخص شماست. پس مورد دویی که باید براش برنامه داشته باشیم بحث بریک ایون ماست، این که بتونیم ریسک فری بکنیم توی جایی که برامون مناسبه، با یک کندل، با یه ذره حرکت بالاتر توی اولین اصلاح که بعد برگشت رفت، فرقی نمیکنه. ولی باید براش برنامه داشته باشیم که چه موقعی ما ریسک فری میکنیم.
چه موقعی باید این کار رو انجام بدیم و اینو بدونیم طبق قانون انجامش بدیم. مورد بعد از این برای سودهای کوچیکه که در واقع از تریلینگ ما به دست میاد. باز من خودم گفتم بهتون چجوری تریلینگ میکنم و تریلینگ من تریلینگ چسبونی نیست که بتونم نهایت بازدهی کوچیکو بگیرم، یا سود کوچیکه رو معمولا نمیگیرم یا کم میگیرم، یا میره سود بزرگه رو به من میده. ولی اگر چسبون دارید کار میکنید، براش برنامه داشته باشید که چطور میخواید اینو بچسبونید. توی تایم پایین آیا کندل به کندل میچسبونید؟ مثلا یه دونه استراتژی که دیدم رعایت میکنم رو براتون مثال بزنم. اینا مثاله بچا، ایده ازش خواستید بگیرید ولی ملزم نکنید که اگر بخواید از این حتما استفاده بکنید. طرف تو تایم 1 دقیقه که معامله میزد، تریلینگش رو تو کندل های تایم 5 دقیقه میذاشت. یعنی توی برگشت های تایم 1 دقیقه کاری تریلینگ نمیکرد، کف به کف کندل های تایم 5 دقیقه داشت تریلینگ میکرد. استراتژیش بود، حتما نتیجه گرفته روش که داره این کار انجام میده. من تمام صحبتم اینه که باید برای تریلینگ کردن برنامه داشته باشید. اگر کسی از دوستان نمیدونه تریلینگ چیه، من همینجا یه لحظه بگم. یعنی اینکه حد ضررتون موقعی که یک معامله رفت تو سود، اینجا شما بای گرفتین، یه حد ضرر گذاشتی اینجا. حالا که تحلیلتون رفت تو سود، این حد ضرر رو برمی‌داری میاری میذاری اینجا که اگر برگشت سودتو تصفیه کرده باشی. حالا حد ضررت اینجاست، این یه ذره رفت تو سود، حد ضرر رو برمی‌داری میاری میذاری اینجا که اگر خواست برگرده دیگه نیاد بره دوباره این همه مثلا سود داده برگرده صفر بشه یا ضرر بده. سود رو تصفیه بکنی توی بازار. میشه تریدینگ کردن استاپ لاس. پس مورد 3 اینه که باید برای تریلینگ کردنتون برنامه داشته باشید که دقیقاً کی باید این کار رو انجام بدم. هر چقدر همه چی شفافتر باشه، هر چقدر همه چی مکتوبتر باشه، چاپ شده باشه، رو میزتون باشه، اول روز کاریتون بخونید قوانینتون رو، بعد شروع بکنید که یه دور یادآوری بشه بشینه تو ذهنتون، شما بیشتر رول کار میمونه تو دستتون و کمتر غافلگیر میشید، کمتر دوچار اتفاقای غیر منتظره میشید. این نکته خیلی مهمیه. و نکته بعد برای سودهای بزرگتونه که در واقع بتونید تیپی هایی رو مدیریت بکنید که بیشترین سود رو بگیرید. که پیشنهاد اینه که تیپی های بزرگ رو توی حرکت های بزرگ ببینید، توی تایم فریم های بزرگتر ببینید. یعنی تایم فریم پایین تر اگر تحلیل زدی اوکی، ولی فرضاً میگم شما تایم مثلا 5 دقیقه 15 دقیقه داری پوزیشن میزنی، ولی میری نگاه میکنی میبینی مثلا این پوزیشنی که من دارم باز میکنم تو تایم 1 ساعته الان اینجا هم من، و این میبینی یه مسیری رو هنوز داره تا بخواد تا سقف کانالش یا تو مقاومت بعدی بره تو تایم 1 ساعته. و با قدرتی که کندلای 1 ساعته دارن میزنن، با چیزی که دارید میبینید به نظر میاد که بره. پس اجازه بدید که بره، شما هم باش همراه بشید دیگه. اجازه بدید که بره، شما هم باش همراه بشید. توی حرکات بزرگ گرفتن، جدایی از تایمی که دارید پوزیشن باز میکنید، ببینید تو تایم های بزرگ روند چه سمت سویی داره، باش همراه بشید. اجازه بدید سودای بزرگ رو از بازار بگیرید. شیرین تره. من این مثالی که بعضی وقتا بچه‌ها میزنم، کسی که مهارتش رو داره سودای کوچیک 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 از بازار میگیره، این خیلی عالیه. ولی یه اتفاق بدی که میتونه بیفته اینه که مغزتون عادت میکنه به عددهای کوچیک کوچیک گرفتن. کسایی که عددهای کوچیک درآمدشون مثل خرده فروشای چیزای کوچیک کوچیک میفروشن، مثل کسایی که با مثلا مسافر کشی میکنن، دارن پول کرایه میگیرن، خرج کردناشون، زندگی کردن براشون سخت میشه. یعنی حتی اگر پول زیادی در مجموع به دست بیاد، یه چیزی که میخواد بره خرج بکنه یا جایی که لازمه بزرگ فکر بکنه نمیتونه، چون اون الگوریتمش رفته روی کوچیک کوچیکا. یه عددی رو که میخواد خرج بکنه با خودش میگه که این مثلا پول 50 تا مسافری بوده که من زدم، تریدره میگه این پول 50 تا پوزیشنی بوده که من باز کردم طی روزها، و سخت میشه. کوچیک کوچیک بگیرید، ولی بزرگم بگیرید. بزرگم بگیرید لابلاش، بذارید اون مزه بزرگ گرفتنه رو ببینید، بذارید اون حسی تو یه دونه پوزیشن پول 20 تا پوزیشن گرفتنه رو ببینید چقدر شیرین و خوبه، چقدر لذت بخشه. یک پوزیشن رو باز کردی، لم دادی برای خودت، داری نگاش میکنی که این داره همینجوری سود میده. توی پایین اومدن که داره سودت کم میشه، صبوری خودت رو ببینی، لذتش رو ببری که مثل یک
آدم بیزینسی قوی، صبورانه، بدون نگرانی، بدون تپش قلب، بدون هیچ موضوعی صبر میکنی، اصلاحش رو میکنه و روندش رو ادامه میده، چون به خودت دیگه اعتماد داری، به سیستم معاملاتی اعتماد داری و داری باش کار میکنی. این چیزیه که واقعا دوست دارم تجربهش بکنید حتما، که بشید یه تریدر حرفه‌ای، نه تریدر سنتی، نه تریدر قمارباز، بشید یه تریدر حرفه‌ای. پس این 4 موضوعیه که توی چک لیست قوانین مدیریت پوزیشن لازمه که رعایت بشه. تا من اینا رو می‌نویسم، اگر سوال چیزی هم بود که برام بنویسید توی قسمت chat. خب این 4 چیزیه که باید براش برنامه داشتید توی مدیریت یک پوزیشنی که بازه و بدونید دقیقا باید چه کار بکنید، کی ببندید و چه اتفاقی بیفته. اگر برای هیچ چیزی غافلگیری برای شما وجود نداشته باشه، به مرور که دارید پخته و آب دیده میشید تو بازار، هیجاناتتون میاد پایین، با تپش قلب آروم، بدون نگرانی، بدون تنش کارتون انجام میدید. اون موقع چنان تمرکز و آگاهیتون میره بالا که میدونید دارید چه کار میکنید و سودای خیلی خوب براتون میرسه، ردخور نداره اصلا. دیگه ربطی به این نداره که شما 6 ماه داری کار میکنی، 10 سال داری کار میکنی، ضرر برسه، هیچ ربطی نداره. شما میفتی تو چرخه سود کردن، تو چرخش میفتی و اون موقع درآمد مستمر میشه. یک مصاحبه میدیدم از یه تریدر خارجی، میگفت که من توی سال اول $5000 ضرر دادم، عددا رو حالا شاید اشتباه هم بگم ها، $5000 ضرر دادم، توی سال دوم $30000 ضرر دادم، توی سال سوم یه عدد کوچیکی سود، توی سال پنجم $1,000,000 سود کرده بود و داشتم باش مصاحبه میکردم به عنوان تریدر موفق. یعنی میخوام بگم که اگر مراحل رو درست پیش بدین، نمودارتون نماییه، نمودار کارمندی نیست، نمودار یک نواخت نیست، یک نمودار نمایی دارید که میتونید عددهای بزرگی توش به دست بیارید. خب ساعتم خب 1 ساعت شد جلسمون تا اینجا. راجع به مباحث این جلسه خوب بود، کافی بود، صحبت کردیم با هم دیگه. دوستانی که میخوان که بتونیم نکات چیزشون رو بررسی کنیم، چک لیستاشون رو بررسی بکنیم، بفرستن چک لیستاشون رو اگر مایل بودن که بتونیم حتما بررسی بکنیم و نکته اگر بود توی جلسه ها بگیم که بقیه دوستان هم استفاده بکنن. هر سوالی اگر چیزی داشتید واتساپ با من در ارتباط باشید، بپرسید که بتونیم باز بررسی بکنیم، صحبت بکنیم راجع بهشون. چیزی که جواب خیلی از مشکلاتی که توی چک لیستاتون بود توی همین صحبت ها بود، اول جلسه هم گفتم. ولی بزرگترین مشکلی که توی چیزی که بچه‌ها تا الان فرستاده بودن من دیدم این بود که چک لیستشون اصلا چک لیست نبود، اصلا مراحل نداشت، امتیاز بندی نداشت، مسیر نداشت، مشخص نبود. یه به قول معروف شلم شلوایی بود که آیتم‌های مختلف فقط نوشته بودن که اینا هست، چیزایی که یاد گرفته بودن رو نوشته بودن. آموخته‌های شما چک لیست معاملاتیتون نیست. چک لیست معاملاتی میشه اون چکیده آموخته‌هاتون که براتون کاربردی بوده و حالا بهش جهت و مسیر دادید، حالا تونستید بندازید توی یه سری، اسمش رو خودشه دیگه، چک لیست، یعنی باید تیک بخوره، چک بشه این مراحلی که نوشتین. این میشه چک لیست معاملاتیتون. صحبت دیگه ای برای این جلسه نیست. جلسه بعد باز باتون هماهنگ میکنم، نکات جلسه، نکات هفته‌ای که پیش میره رو میگم. اگر کسی ویدیوهای جلسه 1 و 2 رو ندیده حتما بره ببینه، چون اینا باید کار عملیه دیگه. گفتیم کوچینگ کار عملیه، آموزش نیست، کار عملیه و باید انجام بدید تا نتیجه بگیرید. امیدوارم از این فرصت دوره همی که داریم با هم دیگه پیش میبریم
نهایت استفاده بشه و نتیجه خوب بگیرید و یه روز به من پیام بدید که چقدر دارید نتایج خوبی میگیرید و سودای خوب میکنید که منم خوشحال بشم از این موضوع. اگر سوالی موضوعی هست که بفرمایید، اگر نه که شبتون بخیر باشه. بفرمایید آقای کریمان. سلام، خسته نباشین. سلام، متشکرم. خوبی استاد، مرسی، زنده باشین. من چک لیست رو کنم امروز فرستادم تو واتساپ براتون، رو نمیدونم سین کردن یا نه. توی ولی واتساپ خب من تو واتساپ یه کانال، یه گروه مال تریدینگ این بار من خود تو چیزه. واتساپ من اصلا گروه ندارم. بذارین یه لحظه من نگاه کنم دقیقا بگم اینجا یه کجاست. ذره زیادی حیوان دوستن، سگه تو کافه است. یه شماره 598 13 08 86. واتساپ پیش شماره. گرجستانمونه، دست من نیست. واتساپ آها. گرجستانمونه. خب به من تو واتساپ خودم پیام بدین. واتساپ خودتون. شماره ایرانم آها 912 آها. خب خب خب. 863. به واتساپ خودم پیام بدین. واتساپ اه، گرجستانمون دست من نیست. آها. خب پس من اونو اشتباه فرستادم براتون. ولی خب من طبق تو اون ندیدم. صحبتایی که تو جلسات گذشته کردید، حالا این چکلیست رو ما نوشتیم. من هفته پیش بر همین اساس اومدم چند تا پوزیشن باز کردم. خب دو تاش که مال سیگنالاتون بود. یکیشون رو من ریسک فری کردم با تقریبا چیز جلوش فکر کنم البته با 90 سنت ضرر. خب ولی خب اون اومد استاپ لاسش خورد. خب یعنی یکیشو جلوی. ریسک فری کردید، یکیشو آره استاپش آره خورد. آره یکیش که خب تی پی آر رو زد. اون یکی دیگه ریسک فری کردم. در واقع یکیشو تونستم وارد بشم دیگه. اون یکی قبلی چون دیدم دیر وارد شدم اینا و از اون نقطه ورود خیلی فاصله گرفته، اون دیگه وارد نشدم توش. اون یکی هم که وارد شدم چیز اولوش با 90 سنت به قول معروف در واقع ضرر. آره اونو ریسک فری کردم که خب جلوی $1.5 دیگه شو گرفت دیگه. یعنی در واقع برام خوب من بود این راست. توضیح جو تو پرانتز بدم. ریسک فری که میگیم یعنی اینکه توی نقطه ورود شما حد ضرر باید بیاد تو نقطه ورود قرار بگیره و شما آها. هیچ ضرری دیگه ندید. یعنی در واقع شما الان آه. استاپتون خورده به نوعی. ریسک فری آره در آره واقع آره نشده، استاپتون آره خورده. سوال چیه آره. در این رابطه؟ در این رابطه نه میخواستم بگم که من یه معامله که باز کردم طبق اون چک لیستی که داده بودم روی یورو دلار بود. البته من خب حد ضررم خیلی کوچیک گرفتم، چیزی روش در حد شاید مثلا 40 سنت با توجه به اون اسپردی که بروکر من داره. اینا انجام دادم. خب خوشبختانه تحمل کردم، صبر کردم، شاید چند دفعه تا نزدیک استاپ لاس منم اومد. ولی خب در نهایت با چیز روش $7 سود من بستمش اینا. یعنی به صورت چقدر دستی عالی، چون چقدر عالی. خیلی آره خوشحالم. فقط یه در نکته هم کل اینجا بگم. جانم. ما بازدهی استراتژی و چک لیست معاملاتی رو توی یک مجموعه معاملات بررسی آره میکنیم. آره آره این یعنی حتی الان می‌خواستم. ما الان ضرر داده بودی بله نمیتونستیم ببندیمش به چک لیستتون. اگر سود بکنید نمیتونیم یعنی حساب بکنیم روی چک لیست که بدونیم آیا ما داریم از چک لیست سود میکنیم ضرر میکنیم یا از چیز دیگه داریم سود میکنیم ضرر میکنیم. آره مثلا شما باید 50 تا 100 تا ترید بزنید، بعد حالا بگید آره با این داده آماری با این 100 تا ترید من ضرر دادم انقدر، من انقدر سود میگم خب من چون الان این هفته رو شروع کردم به صورت آره تازه آماری شروع دارم شده. انجام نده ژورنال نویسی و البته خب این هفته منم با چیز اولوش $13 سود بسته شد دیگه. حالا چقدر عالی، نهایت خیلی خوشحالم آره که آره دارید $2 تو حالا عمل چیز کارتون کردم. انجام آره میدین. آره حالا خب فقط خواستم که اینو بگم ببینم چک لیست به دست رسید. خب خوشبختانه گفتین که چی به قول معروف اصلاح کنم، مجدد بفرستم برای خودتون. هم حتما تشکر کنم حتما از بررسی اینکه میکنیم. آره خواهش میکنم. ممنون، مرسی، دوست داشتید خواهش شما. میکنم. موفق باشید، موفق باشید. خوشحالم قربان که سود کردید. آقای کسیری بفرمایید. سلام خدمت شما جناب مازیر عزیز، همه سلام دوستان. سلام جناب کسیری عزیز.
زنده باشید. من یه حالا بررسی کردم، من هنوز چکلیست رو خدمت شما نفرستادم متاسفانه، ولی خواستم تو نحوهی که در واقع چکلیست رو نوشتم با شما یه چکی بکنم. من چکلیست رو بر اساس پارامترهایی که داره داخل در واقع برنامه اکسل نوشتم و توی اکسل یه کدزنی کردم که مثلا الان چون جلوم باز هست، مثلا شیب جنبشی، شیب اصلاحی، نواحی، حمایتی، اینا رو همه رو بر اساس یک سری امتیازدهی قرار دادم. مثلا آفرین آفرین. اگر شیب برای مثال اگر شیب تنده، مثلا شیب اصلاحی تنده، مثلا 10 نمره کم کنه از امتیاز پایانی. اگر که مثلا شیب جنبشیم شیب تندی بوده 30 امتیاز اضافه کنه. در مجموع آفرین آفرین. توی انتها کاری که کردم اینه که جمع همه این به علاوه منها مثلا ریسک به آر به آرم و مثلا گذاشتم اگر زیر مثلا 1.5 باشه اصلا معامله رو به هم اجازه ورود نده. نهایتا به هم یه اوکی میده یا کنسل، یعنی به هم میگه اصلا وارد این معامله بشو یا نشو و امتیازش هم بهم نمایش میده که مثلا از 100 امتیاز این عددهایی که وارد کردی امتیاز مثلا 55 گرفته که اوکی وارد شو، چون من گفتم حداقل باید 50 رو بگیره تا وارد. اونم اصلا با برنامه اکسل به این شکلی که گفتم اصلا چک لیست معاملاتی میتونم داشته باشم. اصلا داری کار عالی رو انجام میدی. داری یه قسمتی که ممکنه خودت یه موقع نتونی حساب کتاب بکنی یا توی روند کار، توی جریان بازار که میخوای پوزیشن باز کنی، درگیر فکرت، نیاز به تمرکز داری، نتونی انجام بدی، بارش انداخته رو دوش اون. اصلا یه قسمتی از قشنگی کار اینه که ما بتونیم استراتژی رو ربات بکنیم. برای چی؟ برای اینکه بتونه اتومات خودش این کارا رو برامون انجام بده. حالا شما تو قبل از اینکه بخوای به مرحله ربات کردن برسی، داری با اکسل کاراتو اتومات میکنی و یه قسمت رو از سر دوش خودت باز میکنی. عالیه، عالی عالی. کار بسیار خوبی داری میکنی. مرسی، متشکرم. عالیه. حالا حتما سعی میکنم براتون بفرستم، حالا حتما بفرست پارامترها براتون. ایراداشش رو هم حالا کمک کنید که برطرفش کنید. حتما. مرسی از شما. خواهش میکنم. موفق باشید. دوستان دیگه اگر صحبتی سوالی هست که من در خدمتتونم، اگرم نه که شبتون بخیر بشه. آقای کریم، من نمیدونم الان دستتون اومد بالا برای صحبت یا خواستم فقط تشکر کنم، میخواستم به خواهش عنوان چیز میکنم. تایپ خواهش کنم که میکنم. دیگه حالا باید اجازه دادی من صحبت کردم. نه خواهش آره، میکنم. خواهش زنده میکنم. باشی، موفق مرسی، باشید. قربون ممنون. شما. خواهش همچنین میکنم. خداحافظ شما، موفق شبتون باشید. بخیر. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. شبتون بخیر. شب همگی بخیر.